درود فراوان به دوستان خوبم. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی و با نشاط باشه. امروز میخوام راجع به احترام به طبیعت باهاتون صحبت کنم. دوستای خوبم، شما به هر چیزی که احترام میذارین، چه سنگ، چه چوب، چه درخت، چه دریا، چه طبیعت، هر چی احترام میذارین در واقع دقیقاً داره انگار به خودتون احترام میذارین. روح خودتون رو اینجوری به کمال میرسونین. به طبیعت احترام بذارین. سعی کنین بیاین تو طبیعت. هفته یک بارم شده بیاین طبیعت، پا برهنه شین، رو چمن‌ها راه برین، رو سنگ‌ها راه برین. انرژی منفی رو از بدنتون تخلیه کنین. اینجوری هر انرژی منفی، فرکانس منفی که تو بدنتونه خارج میشه. ما از طبیعتیم، به طبیعت هم برمیگردیم. و از خودتون رو از طبیعت دور نکنین. با طبیعت یکیشین. ببینیم صدای طبیعت رو به آدم چجوری آرامش میده. این فرکانسی که این طبیعت داره روح آدم رو به آرامش میرسونه. چند دقیقه سکوت. کافیه روحتون رو به این صداها بسپارین. هرچی دغدغه، هرچی انرژی منفی، افکار منفی، سر صداهایی که تو ذهنتونه، شلوغی هایی که تو ذهنتونه، همشون فراموش بشه. خودتون رو هیچ وقت فراموش نکنین.